وقتی که پدر مادر سحر که از تو راضی باشند، دو دروازه از دروازه های جنت برای تو کشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم کشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، یک دروازه جنت برای تو کشاده هست. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیتا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ برای این فرزند کشاده ایستادگی هست. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بگه